اما بحث آلت موسیقی، این هیئت فتوا باید تصمیم بگیره، باید مکاتبه کنیم به هیئت فتوا. اما تا جایی که من اطلاع دارم از علمایی که واقعا فکرشون فکر بازیه و فکر کاملیه، حد اعتدال و وسطو، من صحبتم امروز در چهور همین بود، 3 ویژگی از ویژگی های امت محمد، 3 وصف که خدا امت محمد رو توصیف کرده. اولین وصفش کنتم خیر امت اخرجت للناس، خداوند امت محمد رو با خیر بودن توصیف کرده، باید بوی خیر ازش بیاد وگرنه امت محمد نیست. خدا وصفش کرده کنتم خیر امت، وصفی که خدا به ما داده. دوم و کذالک جعلناکم امتا وسطا، امتی وسط معتدل، نه خشک و خشن و افراطی که تقواشو از پیامبر و صحابه هم بالاتر. بعضی میبینیم تو همین امروزه 4 روز متدین میشن، اونقدر سختگیر و خشن میشن و افراطی میشن که بعضی موقع فکر میکنیم که از پیامبر هم ادعاشون بیشتره، فکر میکنی با تقواترن. و از اون طرف هم یه عده شل بیبندوبار لایبال که اصلا دیگه هیچی براشون نمونده، از بس که غرق شدن. ثم رددناه اسفل سافلین، حد وسط در همه چیز، حتی در نماز خوندن، حتی در نماز خوندن و در روزه گرفتن، در عبادت هم باید اقتصاد رعایت بکنه. اقتصاد که فقط تو بحث مالی نیست. و ویژگی سوم ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون، خداوند گفته اگر میخوای من رب شما بمونم برای شما، شما باید امت واحد باشید، با هم دیگه اختلاف نکنید، یدن واحده باشید، با هم دیگه دشمنی نکنید، نفاق بین هم دیگه، نمامی نکنید، حسادت نکنید، عواملی که سبب تفرقه میشه کنار بذارید، یدن واحده باشید. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. از کنگ باشید. از جاست این 2 عزیز آمدن، من برام خیلی جالب بود. یعنی باور کنین اینا اگه ادامه بدن سامی یوسف میشن. چه صوت زیبا و دلنشین و بی‌آلایش، صوت بکر خدادادی، بی‌آلایش، هیچ قاطیش نیست.